yardım istemek hususu. Bu ehli sünnette استاد مسئله امداد طلب کردن از طریقت ها، از شیخ ها، در شیعه ها از ائمه، در این خصوص چه میتوانید عرض کرد؟ چطور میتوان امداد طلب کرد؟ آیا امداد عبادت است؟ در زبان عربی کلمه استغاثه هست که معنایش کمک خواستن از خدای تعالی و این عبادتی است مانند دعا کردن. مثلا در شیعیان اعتقادی وجود دارد که میگویند مدد یا حسین، مدد یا علی، مدد یا زهرا، مدد یا زینب. این چنین شعارها، آنان با این شعارها از خدا، از آنها استغاثه می نماید، نه از خدا. ولی حالون که حضرت حسین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام هم از خدا استفاده می کردند و طلب امداد می کردند و همه ائمه آنان لبیک یا حسین لبیک یا علی می گویند، ولی آنان لبیک یا الله گفته بودند و با این راه مقام بالا به دست آوردند و محب خدا شدند. پس چرا مانند آنها استغاثه نمی کنید؟ رسول خدا هم می فرماید که با من استغاثه نمی شود، از من کمک خواسته نمی شود، استغاثه طلب از خداست. همه طریقت ها نزدیک به عقیده شیعیان هستند. مثلا این چنین می گویند، شما هم شاید شنیدید، هنگامی که بیمار هستید چرا به آمبولانس مراجعه می کنید؟ الان من میخواهم یه مثال بکشم و میگویم اگر من اینجا به یک چاه بیفتم، اول کی را صدا خواهم کرد؟ دستت بده و مرا از اینجا خلاصم کن خواهم گفت. اگر من شما را ترک کنم و از چاه شیخم را صدا کنم، این علامت دیوانگی من نمیشه؟ کمک مردم به یکدیگر یکی از فرمایش خدای تعالی است. اگر شما هم اینجا نباشید و کسی دیگر هم ندارد، من چه خواهم کرد؟ به خدا دعا کرده و از او میخواستم که kesi را به یاری من بفرستد. Hiç kim olmayan bir yerde ya Rabbime yalvarmak ki beni bu sıkıntıdan kurtar ya da yakınlara bağırarak çağırmalıyım. اگر امکان داشته باشم به آمبولانس مراجعه می کردم، چون این در نتیجه دانش است که خدا او را به ما نعمت داده است و الا خدا را ترک کرده یا گیلانی گفتن به من نجات بده، این چنین حرف ها شرک است. استاد برخی از آنها میگویند که اگر خدا بخواهد نمی شود. در این باره چه میگوییم؟ قوانین خدا را ترک میکنیم و بعد خدا میخواهد ادعا میکنیم. همه این چنین استثمارها بر روی این افکار انجام میشه. هرگاه خدا بخواهد نمیشه. اگر خدا بخواهد کسی رو خلق کند که قوی تر از خودش باشد، این چنین پرسش های باطل زیاد است. نه خیر، خدا نمیخواهد. خدا هم در چارچوب قوانین خود میخواهد. خدا فطرت الله دارد، سنت الله دارد. ببین خمینی میگوید ما در آرزوی حقارت کسی نیستیم، ما به انسانها حقیقت را بیان میکنیم. در کتاب‌های خود آنها موجود است. کتاب کشف الاسرار صحیفه 49. ببین چه میگه. به درستی که ما از ارواح پیامبران و ائمه طلب مدد می نماییم، چون آنها مقدسند.
و بعد این چنین ادامه می کند طلب از سنج. ببینید این خیلی مهم است. طلب از سنج گرت عمل باطل است شرک نیست. پس شرک چیست؟ Ya bu bütün mezheplere de katılıyor. همه مذاهب Ehli sünnet گر اهل سنت گر شیعه باشد kitabını دین همه آنها دین اشخاصی می باشد که خدا را کافی tasavvuf نمی بینند. Allah'ı yeterli görmeyenlerin dinidir. Halihazırda onların benimsediği din. یکی Allah'ı kifayet کتاب خدا را کافی نمی بینند، عده‌ای دیگر خود خدا را کافی نمی بینند و بسیار بندگان را وسیله بین خدا قرار می دهند.